الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى بالاترین نعمت و بزرگترین سرمایه برای جامعه انسانی و برای همه بشریت الله تعالی دین را انتخاب کرده است و سرمایه دین را بالاترین سرمایه که مورد پسند الله و مورد رضایت خدای عزوجل خوشنودی پروردگار است قرار داده است و کل این نعمتهای مادی که ما سرگرمیم با این نعمتها و بهره‌مندیم از انواع نعمتها و استفاده می کنیم از این کل نعمت. تمام این نعمت ها که در زمینند و آسمانند در فضا موجودند، همه این نعمت ها جانب الله هم. وجود ما هم نعمتی هست که از جانب پروردگار هست و این نعمت هستی و وجود را الله به ما بخشیده و تمام نعمتهای بدنی جانی و همه نعمتهای که من و شما میبینیم مادی و معنوی کل از الله تعالی است. و ما بکم من نعمت فمن الله، هرچی که نعمت موجوده عزت دارید، حرمت دارید، کرامت دارید و صورت زیبا دارید، قیافه زیبا که انسان را از همه موجودات قیافه زیباتر داده و صورتش را زیباتر کرده، قیافهش را زیبا آفریده و این تمام این نعمتها به الله برمیگردند. شما هیچ چیزی را از خودتون نیاوردید و اگر چیزی به شما کسی داده است از والدین و مادر و پدر ارثیه‌ای دارید، نعمتی دارید، همین هم برمیگرده به الله تعالی. نعمت والدین، نعمت قرابات،
هم به الله برمیگرده. نعمتهای آبا و اجداد ما که خدا به اونها هر نعمت داده، عزت داده، شرف داده، یا نعمت مادی بوده، هم از جانب الله تعالی. و بزرگترین دارایی ما ذات یگانه خود الله تعالی هستند که رب من و مالک ما هستند و ما افتخار داریم به پروردگار. و خدایی که مهربانه، خدایی که ارحم الراحمینه، و او خدای مهربان، او کسی که بر ما ترحم داره و ما دست فرورده او هستیم و هرچه داریم از او در رأس این نعمت ها و سرلوحه همه نعمت ها هدایت را قرار داده است به صراط مستقیم و دین را قرار داده. و این مهمه عزیزان من. خدا پرستی، شناخت پروردگار، ارتباط با الله تعالی، تعلق با الله تعالی و دلدادگی به الله، دلبستگی به الله، اینها سرمایه عظیم و که با نعمتهای مادی و دنیوی قابل قیمت و سنجش نیستند. نعمتی که هم در این دنیا ما مایه سعادت برای ما و ما را از تمام آفتها و عذابهای الله تعالی در امان میگذاره و حفاظت میشیم و محفوظ میشیم. مایه حفاظت لباس دین تشبیه داده شده به لباس و لباس گفته شده است یک لباس ظاهره و یک لباس معنویه. لباس معنوی لباس ظاهریه، میگه که تنمونه و زیب تنه و این لباس چه اندازه ما را زیبا کرده. و او لباس معنوی که لباس دینه، لباس تقوا هست، او به مراتب زیباتر از این لباس ظاهری است و او هم دنیای شما را زیبا میکنه. او لباس معنوی شما را از آفتهای دنیا همینطور که این لباس از گرمی حفاظت میکنه، از سردی حفاظت میکنه، از برهنگی حفاظت میکنه و از خیلی چیز حفاظت میکند. او لباس معنوی هم شما را از عذابها و آفتهای دنیا حفاظت میکنه و هم از لباس آفتهای آخرت شما را حفاظت میکند. او حفاظ شماست، او سفر شماست و او لباس زرهی در واقع که شما او را میپوشید، شما در امان میمانید از عذاب الله تعالی. و لحظه هم در دنیا و هم در آخرت تقوا حفاظت شماست. وقتی پرهیزگاری می آید و انسان پرهیز میکنه، به حقوق انسان ها تعرض نمیکنه، حق الله را نادیده نمیگیرد، حق شناس میشه و تابع حق میشود. لحظه توی دنیا هم از قوانین دنیا در حفاظت، هیچ قانون او را تعقیب نمیکنه، برای اینکه خلاف قانون دنیا قوانین بشری را هم که برای نظم و برای انتظام، لحظه وقتی قانون رعایت میکنه، قانون دنیا را، قانون بشر، قانون کشور، قانون مملکت را و حق و حقوق انسان ها را رعایت میکند، مورد تعقیب قرار نمیگیره، مورد حد حرمت قرار نمیگیره، آبروش را نمیبرند و حفاظت توی دنیا. بد نکرده، کسی که بد نکنه بد هم نمیبینه، انتظار بد هم نداره، توقع آدم که بد بکنه میترسه که من بد کردم با یکی و ممکنه یک جای منو نیشی بزنن و از من انتقامی بگیرن و این مسائل سرورانگین حفاظت دین هم توی دنیا و هم در آخرت دین حفاظت. روز قیامت که شما می آیید،
شما هیچ کس نمیاید که پروردگارا این منو زده، این منو به حرمتی کرده، حق منو خورده، من اذیت و آزار رسونده، اونجا هم از شما شکایت کسی نمیکنه و شکایت ناحق هیچ کسی اونجا نمیتونه بکنه. شکایت به حقان و لحاظا شکایت به حق کسی از حق با شما نداره، میخواد چه شکایتی علیه شما بکند و شما آنجا هم در حفاظتید. الله هم ناراض نیست. الله نمیگه که بنده تو چرا جنایت کردی، تو چرا جرم کردی، تو چرا من نافرمانی نکردی، چرا که این نافرمانی خدا رو نکرده، بلکه آنجا چهرهش می درخشه در صحرای محشر، مثل ستاره درخشانه، مثل ماه روشنه می آید در صحرای محشر و دیگران گریانند و خندانه، خوشحاله، احساس سعادت میکنه، احساس سربلندی میکنه و الله تعالی اونجا اعلام میکنند که یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. آی بندگان خاص من، بندگان صالح من، بندگان نیک من، او بندگانی که نیک فکر کردید، نیک اندیشیدید، وجودتون مایه خیر برای بندگان بود، نفع رسوندید، به منافع خلق فکر کردید، به منافع جمع فکر کردید، به منافع مردم فکر کردید، برای مردم تلاش کردید. ای بندگانی که من بندگی کردید، من عبادت کردید، دل به من دادید و ای بندگان من امروز هیچ خوفه به اینجا که محل خوفه و همه در هراسن، همه دلهوره دارن و امروز شما هیچ خوفی ندارید. لا خوف علیکم اليوم. امروز نه ترسی برای شما نه از جهنم بترسید، نه از بدی عذاب و سختی عذاب حساب بترسید. حساب و کتاب و سختی برای شما نیست و شما هیچ خوف امروز ندارید. ولا انتم تحزنون. آی بندگان صالح من، امروز شما غم هم ندارید. دو چیزن که انسان به تباهی میرسانند توی دنیا، یکی و آخرت، یکی خوف شدید اگر بیاید، خوف انسان نابود میکنه، میگذاره، ترس، و دومی غم که بیاید تمام بدن انسان ذوب میکنه و انسان نابود میکند و از بین میبره. و حضرت برای همین خاطر از خوف و از غم پناه میخواستن که الله تعالی ہمارا به حقوق بندگان گرفتار نکن و ما و پناه میخواستن از غم که گرفتار غم نشیم، گرفتار ترس نشیم. و روز قیامت میگه نه شما خوف دارید، نه غم و اندوه دارید. غم اونهای بیشتر میکنن که توی زندگی دنیا کوتاهی کردن. امروز حسرت میخورن در صحرای محشر، غمگینن که ما کوتاهی کردیم، غمگینن که ما سستی کردیم و انجام ندادیم، دست خالی آمدیم به آخرت. بسیاری دست خالیان حسرت میبرن که امروز ما دست خالی آمدیم، اینجا که باید با ایمان و با عمل صالح با عمل نیک بیاییم، ما دست خالی آمدیم، ما خیر انجام ندادیم، ما نیکی انجام ندادیم، سرمایه را گذاشتیم در دنیا برای دیگران، آمدیم و فرصت سوزی کردیم و فرصت را از بین بردیم. و الله میگه که نه خوف است بر شما نه غمه. و اونجا عالمیان در صحرای محشر هم به ترس گرفتار از عذاب الله وحشت میکنند. وحشتناک عذاب الله وقت جهنم ظاهر می شود خصوصا و آنجا غم حاکم میشه. اما غمگین آه ناله فریاد اونجا و ویلاست آنجا. ولهذا این بندگان نیک الله
در امانند. الله من و شما را از بندگان صالح بگردانه و از بندگان نیک بگردانه. ولذا دین حفاظت شماست. دین در تمام شرایط داشته باشید، خدا را داشته باشید، با خدا زندگی کنید، خدا را هیچ لحظه ما فراموش نکنید، خدا را هیچ لحظه در نظر بگیریم، خدا را در همه لحظات و لحظه بر ما نگذارد که ما خدا را از یادمان ببریم. و خدا را داشته باشید، خدا را نگهداری کنید، همینطور که خدا من و شما را نگهداری میکنه. ما باید خدا را نگهداریم که از من نرنجه، از من ناراض نشود و ما را ویل نکنه، بر ما قهر نکنه و غضب نکنه. الله من و شما را نجات بدهد و حفاظت کند. و این با همین نگهداری شما میخواید خدا را نگهداری کنید. عزیزان من، نماز باید به پابندی بخونید و همانطور که عزیز من یاد کردن، نماز با جماعت در مساجد بخونید. مساجد خانه خدا. شما از این که به خانه خودتون نماز برگزار کنید، نماز فرض شما بیایید در مسجد برگزار کنید، نماز نفل در خانه تون بخونید، نماز تهجد در خانه بخونید، اشراق اونجا بخونید، دیگر نوافل بخونید اونجا. ولی برای نماز فرض به مسجد بیایید، با نماز جماعت شرکت کنید، در صف نمازگزاران بایستید. یک نمازتون 27 نماز میشه، ثوابش افزایش پیدا میکنه. اینجا اگر کسانی باشند که نماز اگر ما خلل داشته باشه و نقصان، نماز دیگران که با ما شریکند، اونها وقت نمازشون به برگ الله قبول باشه، این امید می رود که نماز ما را هم در همین جمع الله قبول بکنه، دعای ما را در جمع همینا قبول بکنه. ولهذا این جمع الله دست خدا با جماعت هست و نصرت الله و مدد الله با جماعت. و شما همیشه در جمع مردم قرار بگیرید، همراه مردم بشید و در نماز هم همراه باشید با نمازگزاران. و الله تعالی گذشتگان همین دستور داده که بر رکوع کنندگان یک جا رکوع کنید، یک جا سجده بکنید. و من و شما هم دستورمون همینه عزیزان من. الله من و شما را توفیق بده، نماز پایبندی بکنید، زکات بدید. زکات از فرایض مهمه. میخوای خدا را نگهداری بکنید، نماز بخونید، زکات اموالتون بدید. این از ارکان دینن، از پایه های دین، ستونه مهمه. عبادت مالیه، عبادت جانی، دو تا عبادتن، هم با جان الله باید بندگی بشی، هم با مال. نماز و روزه عبادت جانیان، اذکار، ذکر، تلاوت عبادت جانی، عبادت جانی وسیعن. و زکات عبادت مالیه، عبادت الله با مال. و خیرات و صدقات، خرج کردن بر یتیم ها، بر بیوه ها، بر فقرا، بر مساکین شهر و بر زندانی ها و خانواده زندانی، بر کسانی که مریضن علاج اونا را کردن، مصرف کردن برای علاج اونها، هزینه کردن برای اونها. این خرج و مخارجی که شما در راه الله میکنید و کمک میکنید به مستمندان و ضعفا، این تمام عبادت الله و عبادت مالیه که شما کردید. با مال خدا را پرستش کنید، با جان خدا را پرستش کنید و خدا را داشته باشید. خدا که میرنجه از انسان و میرود که انسان از خدا غافل باشه، وقت نماز بی تفاوت باشه و نماز نخوانه، از اموالش کسی خیر نبینه و خیر از مالش خارج نمی شود، مال را برای نفس خود خرج می کند،
برای خود هزینه میکنه به جای اینکه به راههای خیر هزینه بکنه، به راههای عمومی، کارهای عام المنفعه، درمانگاه درست بکنه و معالجه مردم را بکند، خیریت داشته باشه و به مردم مصرف بکنه، همه چیز رو جمع میکنه و پسنداز میکنه برای شخص خود و هیچ کسی از مالش خیر نمیبینی. الله با چنان شخص نیست، الله چنان شخص را نمیخواهد و لحاظا الله کسی را میخواهد که از عقلش کار بگیره، از فکرش کار بگیره، درست فکر کنه و درست عمل بکنه و الله تعالی به من و شما توفیق عنایت کنه. و سروران گرامی، همه کسانی که گرفتارن، اینایی که گرفتارن، اینها را به نحوی کمک کنید و غافل نباشید از آنچه که در جامعه میگذره، از آن چیزی که توی جهان میگذره، از آن چیزی که توی عالم میگذرد. شما دستتون نمیرسه، ما دستمون نمیرسه، حداقل دلسوزیه، حداقل دعایه و اگر دوای ممکنه نزد شما هست و علاجه و علاج را به علاجتون مطرح کنید و دوایتون به بیارید پیش اونها و لحاظا این مسئولیت انسانی ماست و همه ما چون انسان مسئولیم، چون مسلمانیم، مسئولیت ما سنگین تره و ما تعهدات داریم، معاهده داریم نزد الله که به خیر مردم به خیر دعوت بدیم و در رابطه با خیر مردم، نفع مردم ما فکر کنیم. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت کند. ذکر خیر شد و چند نفری از ریستفیدان و معتمدین آمدند و گلایه کردند که از همه افراد معتمدینند که جای دنبال قضیه مردم میروند و بالاخره به مصالحه وادار میکنند و آتش کشی میکنند و گفتند که مارا نامهای مارا توی فضای مجازی دادند و اکثارا که اینها هم نمیدانم فلانند و بالاخره زمین یا رقابتای محلی هست و بعض شیطنتای افراد خاص حساب شدن میخواهند که مردم کار خیر نکنند و لازم میگه که پریشانند که میریم کار خیره، دعوت و دلالت کشه میکنیم، عکسای ما را، نامای ما را ما میدن توی فضای مجازی و به 1001 تهمتای مختلف سریم هم میزنن که اینا فلانند، اینا بهمانند و همون آیه قرآنه که بعضی بودن که وقتی که آیه نازل شد، دستور نازل شد که شما صدقه کنید، خیرات کنید در راه الله تعالی، ادعی وقتی که مسلمانان صدقه کردن، ادعی که نمیخواست صدقه کنم گفته اینی ریاکاره، او یکی که کم می آورد گو الله به این کمی او چه نیازی داره که این صدقه کم آورده، یکی که زیاد می آورد گو ببین چگونه ریاکاره، های ریاکاری میکنه که این تعریف بکنن. این را قرآن در سوره توبه ذکر کرده است و لحاظا این عزیزان هم نباید نگران باشند و کسی که به راه خیری میره اگر بلا کسی سنگ اندازی میکند به خودش ضرر وارد میکنه، به اونا نمیشه، اونا راه خیر ادامه بدن، ولی اونایی که کارشکنی میکنه این مسائل اینا بدونن که به هر حال این راه کار درست نیست، باید همه را تشویق بکنیم که برن دنبال کارهای مردم، برن دنبال کارهای خیر و کوشش کنند که در میان مردم اصلاح ذات البین. این یک چیزی است که الله راضیه، الله خوشنود می شود و اجر عظیم عنایت می کند. الله تعالی بعد از فرائض در نوافل بزرگترین ثواب مال همین اصلاح ذات بینه که دلهای مردم را با هم نزدیک کرد و مردمی که با هم فاصله دارن و شکایت دارن اینها بینشون عدالت بشه و انصاف و گذشت و صلح کنن با همین
نزد الله بسیار ارزش داری و الله تعالی توفیق عنایت کند. این روزها ما شاهد یک سری جریاناتی هستیم که به هر حال میگذره در کشورها و تو جهان میگذرد و واقعا آزار دهنده و بسیار رنج دهنده. و وقتی که میبینیم که فلسطینیان در چه وضعی هستند، در چه وضعی اسبباره و دارن کشته میشوند و خانه و کاشانهشون همه شهر غزه تبدیل به یک ویرانه شده که آباد کردن این غزه از صفر که او زمانی که هیچ غزه شهر نبوده به این صورت خیلی آسان تر بوده، ولی حالا برگشت به صورت اول واقعا کار صعب و کار بسیار سخت شده است و فلسطینیان مردم غزه هنوز همونطور قتل عام می شوند و واقعا این خیلی دردآوره، مخصوصا وقتی که حمله میشه بر صفی که اینه برایشون هیچی نمونده و تمام زندگیشون سوخته پودر شده زیر بمباران های اسرائیل، ولی اینها با بدبختی صف میبندن که از یک جای برای اینها کمک میآورند، کمک انسان دوستانه و صف طولانی میبندن و وقتی میبینی همه سفر میزنن با بم و خمپاره سرشون میاندازن، آتش سرشون میریزن که کشته میشن. واقعا خیلی دردآوره. یا بیمارستان پناه میبره، میبینی بیمارستان و حالا همین روزها کلیسای هم بالاخره زده شد و که عبادت خانه مسیحی است و بالاخره این خانه های عبادت ملت ها هستند و این خانه حرمت دارن، مسجد حرمت داره، کلیسا حرمت داره، معبدهای یهود حرمت دارن، معبدهای نصارا حرمت دارن، عبادت خانه های ملت ها حرمت دارن از دیدگاه اسلامی، از دیدگاه انسانی و بشری و حقوق انسان و میکنی که هیچی رعایت نمیشه و این واقعا انسان خیلی مگر قلب سختی داشته باشه که این صحنه ها را تحمل کنه. این صحنه ها قابل دید نیست و بسیار سخته که یک ارتش که سرتفا مسلح و مجهزشون کردن بالاخره به جان این ملتی که دستشو خالیه بریزن، با حکومت درگیر نیستن، با ملت درگیرن. حالا اگر یک گروه جهادی با اونها درگیره و گروه افرادش تک و توکن و او اگر جنگ میکنه جنگ چریکی میکنه و این ملت چرا کشته بشن، زنها کشته بشن، بچه ها، سالخورده ها، افراد غیر مسلح کشته بشن. واقعا این چیزی است که نه با عرف بین الملل میخوره، نه با قوانین بشری و انسانی و نه با انسانیت همخوانی داره و نه با کسی که ادعای دین داره، دین یهودی تورات، نه با او دین همخوانی داره کسی به این صورت ظلم بکنه. و حالا دیدیم که همه سوریه به هر حال اونجا درگیری بین مردم بوده، قبایلی بوده، قومی بوده و یا فرقه‌ای بوده و یک درگیری فرقه‌ای بالاخره اونجا دولت مداخله کرده و اینها آمدند و بالاخره ریاست جمهوری را زدن و وزارت دفاع را بزنن و در این حد
مثلا بر ظلم و زدن همسایه ها مثلا این اندازه جرأت بکنه کسی دولت رسمی عضو و بسیاری از مجامع بین المللی به رسمیت توی دنیا شناخته میشه، گروهی نیست و اینها دولتی هستند و شما دولتی هستید، نباید قانون بین المللی رعایت کنید، نباید مرزهای کشورها برای شما حرمت داشته باشد، حریم هوایی کشورها را نشکنید. اونها هر کشوری بالاخره هوا و زمین مال اوست و هوای حریم دیگران را بشکنید و بیایید به این صورت بزنید. یا خیلی در داوره، خیلی این تحریک کننده اینها. و بیا اینجا توی همین کشور خود ما که چه کار کردن همه میدانن و به هر حال این تحریک میکنه. اینها بالاخره باید فکر کنن که تاریخ آیندهشون رو خراب نکنن. یک کشوری است اینجا بالاخره در میان همین کشور اسلامی هستند اینا و بالاخره به نحوی باید زندگی بکنن که راحت باشن، نه با جنگ و نه با حمله. و خب کشوری که به شما حمله نداشته، سوریه با شما درگیر نبوده، سوریه کاری نداشته، خاکش را مقداری را الحاق کردی به خاک خود بلندیای جولان را و حالا بیایید بزنید و تمام در گذشته بالاخره تمام مراکز نظامی اینها را و سلاح‌های اینها را تخریب کردید که سرمایه ملی سوریه بوده. و بالاخره اینا نباید این کشورهایی که حمایت میکنند اینا را بگن که چه کاری که میکنید شما. نباید ملت مسلمان را تحریک کنید، نباید انسانهای آزاده دنیا را تحریک کنند اینها. و حالا که شما زورش را دارید، برتری نظامی دارید، ولی برتری نظامی به حق، به قانونه. اگر جنگ هم باشه باید عرف بین الملل رعایت بشه و اگر شما مسلمانید جنگ هم بکنید حق ندارید شما که از قوانین اسلامی تجاوز بکنید. بالاخره هیچ گروهی جهادی حق نداره، هیچ کشور اسلامی حق هم نداره که از قوانین بین المللی تجاوز بکنه. عرف بین الملل، قوانین بشری و زیر پا بگذار قوانین اسلامی را و این ممنوعی، خلاف عقل، خلاف منطق. آیا چه کار خلاف عقل شما میکنید؟ شما ملتی را علیه یهود تحریک نکنید. و بالاخره یهودیت تاریخ دارن، زندگی کردن، یکی از ملت ها هستن و اینها تاریخشون را خراب میکنید. مسلمان ها نباید تاریخ اسلامی را و تاریخ مسلمانان را خراب بکنن. فانین عقل باشن، منطق باشن. و این کشورهایی که حمایت میکنند اینها اروپای، امریکای، نباید دست اسرائیل بگیری، کارا بذاری خود اسرائیلی. آینده تاریخ سیاه میکنه، میگذاره. و بالاخره تندروی و افراطگرایی در مسلمانان هم زشته و در مسیحیت هم زشته، در یهودیت هم زشته، در بشریت. افراط نه، اعتدال، عقل، منطق راه. بالاخره منطق درسته و ما امیدواریم که این ملت فلسطین رنج میکشه. هم این جهانیان ما حیران میشه که فکر میکنیم که جهانیان کجا هم؟ سازمان ملل کجای؟ حقوق بشر کوتاهی کرده در حق فلسطین و دفاع از مردم غزه، بی دفاع غزه و حقوق بشر اونجا ضایع شده، حقوق انسان ضایع. نه انسانان، هر ملت باشه، ما کار نداری که بگیم ملت مسلمانان، نه، بشران، انسانان. اینا هر بشری باشه حق و حقوق دارن و اینها باید مراعات بشه. و این حماس، سازمان حماس هست و همچنان الفتح
بالاخره اینا باید بشینند. اینا نمیشه که شو فلسطینی ها را به طور کلی نابود بشن. فلسطینی زنها کشته میشه، شو فکر زنها را بکنید، دولت ها فکر کنن، احزاب فکر کنن، گروه فکر کنه، گروه جهادیه، هر گروهی باشه با فکر زن و بچه را بکنه. زن و بچه مردم اینا دفاعی ندارن. شما هم از اینا نمیتونید دفاع کنید. حفاظت به عمل باید سیاستتون به نحو تنظیم بکنید که اینا نابود نشه. و الفتح و بالاخره هم حماس که اینا باید بشینن با هم و فکر برای فلسطینی هم بکنن و این نه که خروش یکفا داره و نمیشه. و خاطره یادم آمد که یک زمان من صحبتی کردم و به تهران شکایتش را کرده که فلانی فلان گفته. من گفتن که اینجا من صحبتی کردم، من گفتن که من هیچ زمانه نگفته که خروس یکفا داره. شما این حرف من زدم درسته، برای من ثابت بکنید که حرف اشتباهه. من سری همون منبر که حرف زدم مجدد میره مردم این حرفی که من زدم جمعه گذشته اشتباه بوده. شما ثابتش بکنید که اشتباهه. من درست گفتم و نه این خلاف قانون گفتم، نه حرف تندی زدم، حرف منصفانه بوده نزد. شما من قانع کنید. من نمیگم که این خروس یکفا داره. واقعا این رسوندم به اونها و قانع شدم به همین. گفته که شما فکر من ثابت. آقا این بالاخره جهاد، گروه جهادی، حزب، همین خروس یکفا نداره. بابا شما باید نگاه کنید، فکر کنید، رویتون تغییر بدید و تاکتیک عوض بکنید. دیگر راهی بیایید که این ملت این باید جامعه جهانی هم برای فلسطین فکر بکنه، بیندیشه و خود الفتح و حماس و گروه هایی که در آنجا هستن، هر گروه نباید فقط بگه که مرگ و شهادت. نه، این غلطی هست، اشتباهیه. و شهادت چیز خوبی است، ولی دین اسلام دین اندیشه، دین تدبیر، دین جهاد هم است در مقابل ظلم، ولی دین فکر، دین تدبیر بکنید. این ملت که دیگ به دستشونه و ضرب به دستشونه و میدوند دنبال ماشین هایی که کمک می آورند و آب نداره برای خوردن. من خیرخواهانه میگم که برادران حماس فکر کنند در این باره. بالاخره به خیر فلسطینی فکر کنید و نباید تا آخر یه حرف افتخار میکنید که شهید شدید. شما او که شهید بشه راحت بشه و فکر ملت بکنید، فکر مردم بکنید و مردم ها زندگی کنند. توی دنیا هستن، شما رفتید به عملتون رسیدید، ولی اینها چه؟ پشتر باید فکر کرد. ما امیدواریم که همه دنیا فکر کنن، همه کشور اسلامی هم در این باره بیندیشن و کشور اسلامی فکر کنن، بی تفاوت نباشن و تمام بالاخره برای تلاش کنن برای حل و فصل عادلانه، برای یک آتش بس دائمی و برای اینکه فلسطینی ها از وطنشون جلا وطن نشن، آواره نشوند، در سرزمینشون بمانند و همه طرف امنیت یکدیگر را رعایت کنند. هم بالاخره طرف اسرائیل و طرف فلسطینی است، حقوق یکدیگر را رعایت کنند، امنیت یکدیگر را رعایت کنند، همسایگی را رعایت کنند، با هم زندگی کنند که نمیتونه از یکدیگر کسی که جدا نمیشه. بالاخره باید رعایت یکدیگر را بکنند و ما امیدواریم که هم جامعه جهانی و هم خود فلسطینی ها باید تر بدن و باید با هم یک سری توافقات را انجام بدن. بله و همین هم جهاده، همین هم اجر داره که فکر درست بشه و مسیر صحیح و راه صحیح را انتخاب بکنن و الله تعالی خیر همه را بیاورد.
و بهرحال کمی در رابطه با مسائل خودمان مقدار بیاییم و هم صحبتی بکنیم که در هر صورت کشور ما الان در یک شرایطی است که تمام ملت به فکر واداشته و کسانی که تو زندان هم گاهی هم حرفایی میزنن و پیشنهادهایی میدهن و نتیجه فکرشون کسانی که بیرونن همه این ایرانی هم و همه اینها بسیاری از این هست که خدمت کرده برای کشور و حالا توی زندان از اونجا صحبتی میکنن و حکم اینه که صحبتهای همه باید در شرایطی که در چنان شرایطی که هم به هر حال ما با یک سری مشکلات مواجه شدیم، بیگانگان دشمنان ما آمدن توی خاک ما و سرمایه ملی را زدن و سرمایه ملی ما ضربه خورده. همین فرماندهان نظامی که کشته شدن سرمایه ملی بودند، بالاخره اینها فرزندان همین مردم و هسته‌ای که مورد حمله قرار گرفت و به هر حال خسارت سنگینی وارد شد، این بالاخره هزینه خیلی سرسماور از اون چیزی که ما فکر کنیم هزینهش خیلی بالاتره، به حساب ما نمی گنجین و بالاخره اینها سرمایه ملی، این سرمایه شخصی نیستن، این ضربه خوردن. بسیاری از هزینه هایی که بیرون هزینه شده است، بیرون سرمایه گذارده هم ضربه خوردند و این همه منابع ملی هست، سرمایه های ملی هست و بالاخره همه مسئولیت داره، همه باید فکر کنن. اینجا تنها دولت مسئول نیست، حاکمیت تنها مسئول نیست، همه مسئولن که فکر کنند و مهمترین چیز فکری و تدبیری و اندیشه. ما بالاخره گاهی میبینیم که این آمدن توی کشور ما و درست همون نقطه های حساس در نظر گرفتند و زدن و بالاخره دوست شکایت از عوامل نفوذی هست که بالاخره عوامل نفوذی اینها را نفوذ کردن توی ملت ما. فکر میکنی که از کجا نفوذ کردن اینها؟ یا فکرش که این از کجا نفوذ کردن؟ از چه جای نفوذ کردن؟ پول دادن و شکار کردن فرادا یا از اختلاف درونی استفاده کردن و چون درون یک سری اختلافات بوده سالهای اخیر، از این اختلافات استفاده کردن و با اونها همکاری شده، بالاخره خانه را نشان بدن، محله را نشان بدن. این دانشمندان هسته‌ای از سرمایه بزرگ بودن که از بین رفتن، فرماندهان نظامی انتظامی و همچنان و هسته‌ای و غیره و دیگر خیلی مراکز مهم زده شده است. ولازم این مسئله است که همه فکر کنند به و اختلافی که پیدا شده مقدار من همین روی همین من نظرم اینه که کارشناسی بنده این است که بالاخره من کارشناسی نیستم ولی فکر میکنم. من کارشناسی بنده اینه که اختلاف درونی بالاخره سبب شده است. اون چیزی که در سال 98 رخ داد، در 41 رخ داد، بله، و این اختلاف ایجاد کرد مقدار در درون. حالا اگر کسی چیزی هم نگفت ولی توی دل ناراض شدن و بسیاری عزیزانشون را از دست دادن، تلف شدن توی همه اختلافات، اعتراضات، کشته شدن و لحاظا این یک دلخوری و عمومی به وجود آمد، گسترده و همیشه دشمن که حمله میکنه و جرأت میکنه اختلاف نگاه میکنه و من همه نظرم همینه. این کارشناسی دومه بنده اینه که دشمنانی که جرأت کرده اینجا سر ما حمله بکنن دیدن که اینجا
در میان مردم ایران اختلافات موجوده، ولی یک محاسبه اشتباهی کردن. اونا گفتن که ما که حمله بکنیم او طیف مخالف هم حمله میکنه و این اشتباه بود و اونها ملت ایران نشناختن. بله در ملت ایران اختلافات گسترده وجود آمده، ولی این ملت ایران ملتی است که هیچ وقت با بیگانگان در جنگ همراه نمیشه. و اعتقاد این ملت اینه که اختلاف درونی را خودش حل بکنه. بله اگر با هم به ملت ایران یک دیگر را بکشن خودشون یک دیگر را دفن میکنن. بله و لہذا این محاسبه مخالفان و دشمنان این بود که نه اینها با ما همراهی میکنن. نه اینطور نشد و دزدها یک که اینجا تو این مناطق خلافکاران هم این ایام دست از خلاف کشیدن که کشور مورد حمله قرار گرفته و وظیفه ما چه هست و این نشان همین بینشی ملته. و این اختلاف از کجای ما میخوایم چند جمله خیرخواهانه در این باره. این اختلاف از کجا رخ داد؟ اختلاف از آنجای رخ داد که پس از پیروزی انقلاب به هر حال افکار مذهبی، فکر مذهبی در ذهن آمد. مسئولان بسیاری از مسئولان تصمیم گیرنده و تاثیر گذار فکر مذهبی را کردند، به فکر مذهبی رفتند و فکر مذهبی و اندیشیدن در رابطه با مسئله مذهب که انسان فکر کنه، اونهایی که خیلی ها بالاخره مشکل ایجاد میشه. اینجا افکار باید ملی بشه، افکار نباید مذهبی بشه. حداقل افکار اسلامی درسته، مذهبی نه. یه مذهب یک اسلامه. اگر فکر اسلامی بشه اسلام کلیه، دید وسیع‌تر میشه. و اگر فکر انسانی بشه دیدم بسیار وسیع میشه. ولی اگر فکر آمد مذهبی، الان شما فرق نمیکنه مذهبی شیعه باشه یا مذهبی سنی باشه. اگر اینجا ما بیاییم و فکر حنفی را بکنیم هم ما میبازیم، ولی فکر اسلامی بکنه اسلام وسیع، ظرفیت کلانه. مذهب نه، مذهب فقهی و فتوای محدوده. فکر مذهبی حکومت را محدود میکنه، ملت را محدود میکنه، علما را محدود میکنه. ولی از این فکر مذهبی این کارشناسیه و شما روی فکر کنید. اگر این فکر من اشتباهه من بگید که این فکر اشتباهه، خوشحال میشه که کسی من راهنمایی بکنه. فکر مذهبی شد، جلوتر رفتی جناها آمدن و فکر جناحی شد و این جناها که آمدن رقابت کردن که یک جناح مذهب که آمد خواست مذهبای دیگر را از صحنه بیرون بکنه و جناح که آمد خواست یک جناح دیگر را بیرون بکنه. و لحاظا این جناح به رقابت با هم پرداختن و جناح تند آمد در کشور، او غالب شد. اصلاح طلبان فرض کرد، اصلاح طلبان بسیار خانه نشین شدن یا از اصلاح طلبی گفتن که این نظام و سیستم اصلاح پذیر نیست و ویل کردن رفتن و رفتند و با هم گروه های دیگه جذب شدن و اصلاح طلبایی که بالاخره ویل نکردن ولی فعالیان در خانه نشین شدن. حالا اصلاح طلبای زیاده که با سرمایه ملی تربیت شده اند و سرمایه ملی خودشون خانه نشینن. این نتیجه شد که کشور محدود بشه، کشور ما کوچک بشه. فکر وقتی کوچک باشه کشور کوچک میشه و ایران یک کشور
استثنائیه در خاورمیانه، در منطقه. ایران دارای اقوام و اقوام بسیار رشیدی هست، اقوام تاریخی هست و دارای فرهنگ کهنه و سرمایه که ایران داره شما بررسی بکنید بسیاری کشورها ندارن. دریا داره که خیلی کشورها ندارن، دریای خلیج فارس داره، اقیانوس داره در ناحیه چابهار و این قسمت ها. و ایران این همه معادن داره. ایران عرض کنم که این همه سرمایه های ملی و سرمایه های کلان که در ایران در خیلی کشوران کشاورزی وسیع داره، دامداری بسیار وسیعه و از همه بالاتر نفت و گاز وسیع داره که کشورهای دیگر کمتر دارن. با یک بخشی از نفت و گازهای دنیا ایران در اختیار داره. و ایران اگر ملی فکر می کردیم و این سرمایه ها، این تنوع قومی و تنوعی که در خاک ما موجوده، این تنوع ها را در نظر می گرفتیم، ملی فکر می شد، اصلاح طلبش، اصولگراش و همه اونایی که مخالف و موافق مال ملت ایران، اقوام ایرانیان، مذاهب ایرانیان، ادیان که اینجا موجودن، اینها هم ایرانیان. و اگر ما انسانی فکر می کردیم، اگر ما اسلامی فکر می کردیم، معتقدم که ما امروز همه ملت ها در دست داشت. اگر ما بالاخره با فسادها را نمی گذاشته که اینجا شکل بگیره. فساد الان یک چیزی که به کشور ما ضربه زده، ضربه کاری زده، فساد مالیه. و این فساد مالی تمام منابع مالی ما را، ملی منافع ملی را تباه کرده و ضربه زده است. و خیلی چیزها صحبت شده و ما هم به همه زبان بی زبانی و از روی دلسوزی هشدار دادیم که جلوی اعدام بگیرید، ایرانی ها را از شما ناراض میکنه. گفته که فلان چیزا اگر در بازداشتگاه خطای جلوشون گرفته بشه چه خلاف شرع، و ما وظیفه مونه که تا سرحد جان از شریعت دفاع کنیم، از قرآن دفاع کنیم و هم از منافع ملی، نه منافع اهل سنت، نه منافع قوم بلوچ. وظیفه ما از دفاع از کل منافع بر حق ایرانیان، ملت ایرانه. و ما خیرخواه دولت و ملتیم، گفتیم ما خیرخواه همه هستیم. گفته که این مسائل که توی بازداشتگاه تو میگذاره با شریعت اسلام تطبیق نداره و اینها را مردم ایران ناراضن، اینها را اصلاح کنید. مشکلی که اینجا بود که ما گوش شنوا ندیدیم توی مدت و نشنیدند و بسیاری خیال کردن که ما مغرضیم یا اونهایی که انتقاد میکنن غرض دارن و این مشکلات پیش آمد که امروز دشمن هم از همین نقطه سوء استفاده بکنه و بالاخره بسیاری برند که با زحمت کشیده برای این کشور توی گوشه زنده هم بیفته. و ما خیرخواهیم. ما الان در نقطه رسیدیم که هم مردم زندگیشون تارمار شده و هیچی برای مردم نمانده، مردم دستشو خالیه، هم ادارات مانده، پول نیست در کشور که کار کنن، پروژه ها خوابیده. و الان یک فکر عاجل میخواهد که در این باره فکر بشه و ما این چیزیست که ما را رنج فکر کلی بشه. شما به جزئیات و هیچی حل نمیشه. شما فکر اساسی کنید، فکر کلی بکنید. اینایی که الان پیشنهاد میدن که بالاخره قانون تغییر بخوره، قانون مشکل داره و اونها دیدگاهشون از همه مشکلات میبینه، برای مشکلات حل نیست. و این همون
قول نحویای حرف مقوله دارند که شر احر ذنب، شر عظیمی است، شر بزرگی است این. بالاخره و برای این چندیشی میخواهد. همه ما ایرانی هستیم مسئولان. حالا میگم مردم میگم ما دولت انتخاب میکنیم، دولت اختیارات نداره. مجلس انتخاب، مجلس هم و دولت همونای انتخاب میشن که از بالا تعیین میشن که این 6 نفر یا 4 نفر میتونن فقط رئیس جمهور بشن. این فرد میتونن اینا را بالاخره گزینش میکنن و گزینش که میآید و مردم میان را میدن و حرکت و جنب و جوش و آخر میبینی که نه مجلس که اختیاری باید داشته باشه نداره، نه دولت اختیاری نداشته باشه نداره و این مشکل است. و یکی که ما مراجعه کردیم از همین رئیس جمهور که الان خانه نشین است، گفته که شما یک وزیر اهل سنت بگذار. گفته که آقا این در امور آدم رکی بود، گو این در اختیار من نیست، شما جای دیگه آدرس دادن که برید مراجعه بکنید، جاده میخواهید من میسازم، برق میخواهید میسازم، فلان میخواهید آب میخواهم میدم به شما، ولی این در دست من نیست. یکی را ما گفته که آقا بر ما فشاره، بالاخره جای اهل سنت نماز میخوانه مشکل دارن تو شهرستان ها، مسجد ما تهران نداریم آقا. و ما گفته که به نفع شما است که شما مسجد بسازید، شما باید خودتون میدادید مسجد ها و نه یک مساجد داشته باشه. او گفت که نه این در دست ما نیست، اینجا صحبت نکنید اینا را. چیزی میخواید دیگه چیزی و با این رئیس جمهوری این که اختیارات نداره، ببین اختیارش چرا داشته نباشه که رئیس جمهور که مردم رای داده بهشون. و بالاخره این مسائلی است که مشکلات، من این مشکلات نمیخوام تحریک کنم، من میخواهم که مشکلات کسی بشنود. اینجا تو ما نیست کسی که حرف مولا بزنیم. بعضی میگه شما حرف سر منبر نزن، من کجا بزنم این حرفا؟ با کی بزنم؟ بالاخره باید با کسی بزنم که با او حرف سرش بررسی بشه، رسانه که من ندارم اونطوری. و لحاظه ای همین تریبون هست و این صحبت تحریک کننده نیست، این خیره، این علاج، این دوایه. شما مشکلتون اساسی گیره کشور، خیرخواه شما هم خیرخواه ملتن. جلوتر هشدار دادم که کشور با بنبست مواجه، از لحاظ سیاست داخلی و خارجی تغییر پیدا کنید. اگر تغییر پیدا نکنید با مشکل مواجه بشه. اینجا این مردم شاهدن که من حرف گفته توی رسانه موجود، نه یک بار ساله گذشته هشدار دادم اما بنبسته را اثر را بردارید. و بالاخره این در دلی است و به قصد اصلاح حرف را میزنم، نه به قصد دیگری است. فکر کنید اینها را. فکر مذهبی باید از سر همه ما دور بشه و فکر انسانی، فکر اگر میخواهید که بالاخره بعضی از آشتی ملی صحبت کردن، گذشته هم صحبت شده، نه آشتی ملی با آش حاصل نمیشه که شما آش درست بکنید و بخورند و آشتی ملی شد، نه خیر. گذشته از تغییرات جدی و ژرف صحبت شده است، نه تغییر جزئیه. پفک بیارید بدید و نقل و شیرینی بیارید بدید و به این حل نمیشه. این همت میخواد، همت مردان میخواد. این تغییرات فکر مذهبی نه در ایران جواب میده نه در کشورهای دیگه. بعضی کشورهای بیرون که گذشته فکر مذهبی داشته تغییر دادن فکرشون. شما بالاخره این نگهداری ملت وسیع، این با فکر مذهبی نمیشه شما این کشوری را اداره کنید. فکر ملی بکنید، به منافع ملت فکر کنید. تمام دست ها باید قطع بشه از سوی استفاده، هر دستی باشه. و سرمایه ها برگرده به خزانه و بالاخره
تا این مردم گرسنه ایران که تمام ثروتایشون از دست دادن اسیر بشن، با این صورت نمیتوانید. مشکله شاید افرادی که زندانن، ما میگه افرادی که زندانن، بابا اینا را به چی؟ به حرف زندان کردید، صحبتی کرده اینا دشمن کشور نیستن، اینا دشمن منافع کشور نیستن، انتقاد دارن شما اینا رو بیرون بکنید، چرا توی زندان الله؟ و من برای منم خیلی دردآور بود شنیدم که بعضی از این زندانهای سیاسی خانواده هایشون در همین حمله اسرائیل بعد از حمله رفتن و اونجا مورد تفتیش بدنی قرار گرفتن و بعضی مورد اهانت شدن که من از مسئولان میخواهم که اینا بررسی بکنه، اینا را و پیگیری بکنن و اینها نباید به خانواده زندانی و توهین صورت بگیره که افرادشون توی زندان. و به هر حال اینا مواردن که من گفتم موارد تذکره و ما امیدواریم که فکر اساسی بشه و بالاخره اینجا تمام اقوام ایرانی، تمام مذاهب ایرانی همه بیایند و مدیران کشور، مسئولان نظام فکر ملی بکنن، فکر مذهبی نه، همه بچسبیم به مذهب و بالاخره است که ما بچسبیم به مذهب، شما هم بچسبید به مذهب، ملت از دست رفته. و ما مدتی که یک تغییرات آوردم همین به روی فکر انسانی گفتم فکر کنیم. اگر فکر انسانی ما بکنیم هیچ ایرانی از ما نمیناله. اگر فکر اسلامی بکنیم، هم اسلام دین وسیع ظرفیت کلانی داره، مشکل ایجاد نمیشه. ولی که رفتیم به مذهب و به فتوای این عالم و مفتی و به فتوای اون مرجع و بالاخره این نتیجه شمیم میشه که هست. و ما امیدواریم کشور ما بهبود حاصل بکنه و از این فرصتی که پیش آمده همه بیندیشن، بیا اینای تو زندانان. اینا من خیرخواهانه و دلسوزانه حرف میزنم، من معتقدم که به نفع کشورش اینا رو کند. الله تعالی به همه ما توفیق کمال عنایت کند و عاقبت همه ما را خیر کنه. بله دیر شده، من عذرخواهی میکنم. امروز حرف به درازا کشید و دو تا مسئله مختصر، که در رابطه با این که مهاجرین دارن برمیگردن به وطن یا اخراج میشوند و ما هفته گذشته هم خواستیم که این را مهلت بدید و بالاخره چون زیاد رفته اونور و بالاخره اونور هم باید بتوانند اینا ضایع نباشند، اونجا بتوانند اینا جای کم بدن توی کشور و اونجا با این مشکلاتی که در افغانستان شاید توانایی داشته نباشند. و بنده هم از سازمان ملل و تمام سازمان ها و مجامع خیریه درخواست دارم که به برادران افغانی ما رسیدگی کنن، کمک کنن، خیمه بدن، برای اینا خانه بسازن و اینا رو تحت پوشش قرار بدن و این درخواست اکیدی از مجامع بین المللی دارم. و همچنین درخواستم از کشورم مسئولان که اینا رو مهلت بدید و مواظب باشید که اینا رو در حق اینا به انصافی میشه، پول زیاد میگیرند از اینا، پول کلانی میگیرند، توانایی اینا نداره اینقدر پول گرفتن از اینا، پول منصفانه بگیرن، انصاف بکنن، به اندازه که حقشونه بگیرن، مدیریت کنن روی این مسائل که بالاخره مردم از ما ناراض نشن، خدا ناراض میشه. مهلتشون بدن، به تدریج اگر میخواهم برند به وطنشون برگردن، تدریج اختیار بکنن و حالا اینا که رفتن بقیه را مهلت بدن تا اینها چیزی دارن بفروشند. و درخواست اخیرم از هم مدیریت استانه و اینی که روی مسئله شناسنامه ها توجه کنم. بسیاری مردم شناسنامه ندارن، همون فکر مذهبی نگذاشته که اینا را شناسنامه بدن، فکر قومی نگذاشته، همون فکری که من همون فکر شکایت دارم از اون فکر همون نگذاشته. اینجا افرادی را که آوردن، همون سختری افراد آوردن، در صفحه اول گذاشتن، در بعض دیگه ادارات گذاشتن و مردم
موفق نشدن، فیلترهای سنگین قرار دادن که ایرانی های اصیل و مال همین منطقه نتوانستن که از این فیلترها رد بشن و بالاخره برای اینا فکر اساسی بشه و این ارشناسنامه بدن و الله تعالی توفیق عنایت کنه و صلی الله علی سیدنا محمد.